هیچ وقت یه گربه به صورت اتفاقی وارد زندگیت نمیشه. گربه ها به خاطر داشتن انرژی که با دنیای ماورالطبیعی مرتبط هست به سمت انسانهای معنوی جذب میشن. اگر تصمیم گرفتی که روح خودت رو درمان کنی، در همان زمان گربه‌ای برای حمایت از تو وارد زندگیت میشه و تا زمانی که مأموریت خودش رو انجام نده هرگز تو رو تنها نمیذاره. گربه ها از صورت فلکی شکارچی که منبع دانایی هست برای کمک به تکامل انسان اومدن. اونها اومدن تا به ما یاد بدن که خودمون رو دوست داشته باشیم و بی قید و شرط عشق بورزیم. گربه ها انرژی های منفی رو از محیط منزل و وجود ما میگیرن و در خونه به سمت هر کسی که بهش نیاز داره میرن. آیا میدونستی که صدای گربه حاله انسان رو پاکسازی میکنه که برای بیماری‌های قلبی، فشار خون و حتی دردهای جسمی خیلی مفید هستن؟